سلام، خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. تو این ویدیو میخوام سوال شماره 2 لیت کد رو براتون حل کنم. سوال شماره 2 در مورد لینک لیست یا همون لیست های پیوندی تو فارسی خودمونه. همراه من باشید. برای این ویدیو میخوایم سوال شماره 2 رو حل کنیم. سوال شماره 2 یه سوال در رابطه با لینک لیسته. یه چیز بامزه‌ای که در مورد لینک لیست هست اینه که این آقای یاشوا بلاچ که خودش لینک لیست رو ساخته یا ایده اولیش واسه این بوده یا هرچی، یه توییتی کرده بود اینجا و نوشته بود که من خودم اینو ساختم ولی هیچ وقت ازش استفاده نکردم. ولی این دیتا استراکچر توی اینترویوها خیلی مورد سوال قرار میگیره و خیلی خوبه که بدونیمش. خب حالا بریم اول یه توضیح کوچولویی بدم در مورد اینکه لینک لیست کلا چیه یا همون لیست پیوندی که به فارسی ما بهش میگیم. ببین یه لینک لیست در واقع یه دیتا استراکچره که یه تعدادی نود داره و اگر اینجوری در نظر بگیریم این نودها رو توی ساده ترین حالتش، نودها یه دونه مقدار دیتا دارن که من بهش میگم دی فرضاً، همشون اینو دارن، اینم دی، اینم دی و یه دونه پوینتر داره که در واقع اشارهگر داره که داره به نود بعدی اشاره میکنه. اینجوری. این ساده ترین حالت یه لینک لیسته. حالا مزیتی که لینک لیست داره چیه؟ مزیتی که لینک لیست داره نسبت به آرایه اینه که خونه های حافظه‌ای که اینجا در واقع اشغال شده الزاماً پشت سر هم نیست و در واقع هر نود در واقع فقط آدرس نود بعدی رو داره. این چه مزیتی بهش میده؟ این مزیت رو بهش میده که خیلی راحت این وسطی ها رو بتونه بهشون اضافه و کم کنه، اینسرت و دیلیت کنه. عیبی که به وجود میاد اینه که شما دسترسی با ایندکس نمیتونی داشته باشی، یعنی نمیتونی بگی من فرضاً ایندکس دوم رو میخوام، چیزی که توی اره اتفاق میفته. این چیزی که اینجا بهتون نشون دادم ساده ترین لینک لیسته. یه لینک لیست دیگه داریم که بهش میگن دابل لینک لیست یا دو طرفه که اون یه دونه پوینتر هم قبلش داره اینجا که در واقع اینم داره پوینت میکنه به نود قبلی. و یه مدل دیگه هم هست که بهش میگن سیرکولار لینک لیست یا لینک لیست دایره‌ای که این آخریه میاد پوینت میکنه به اولیه در واقع. حالا واسه این سوال ما همین ساده ترین حالت ممکن رو لازم داریم، لینک لیست ساده با یه دونه پوینتر رو فقط بخوایم. بریم سر وقت سواله ببینیم چی میگه. میگه که میخوایم دو تا عدد رو با هم دیگه جمع کنیم. دو تا لینک لیست نان امپتی بهمون داده که در واقع دو تا عدد اینتجر که منفی هم نیستن رو داره نمایش میده و میگه که ارقام به حالت ریورس اوردر توش درج شدن. این در واقع اینجا 2 4 3 342. حالا میرسیم به اون مثاله. میگه که شما این دو تا عددی که ما بهت دادیم و در واقع به شکل لینک لیست با هم دیگه جمع کن و مجموعش هم به شکل یه دونه لینک لیست بهمون برگردون. میگه که میتونی فرض کنی که هیچ کدوم از لینک لیست ها اولشون صفر نداره، یعنی عددی که قبلش صفر باشه وجود نداره به جز اینکه خود عدد صفر باشه. حالا مثالش رو بیایم نگاه کنیم. میگه 342 رو با 465 جمع کن که میشه 807. ولی در واقع ما آوتپوتمون باید 708 باشه. مثال بعدی میگه که خب یه صفر دارم و یه صفر که جمعش میشه صفر.
و آخری هم میگه 9999 و 9999 که میشه 8 چند تا 9 چند تا 0 و 1. کانسترینت همون چیه؟ میگه که تعداد نودها توی هر کدوم لینک لیست ها میتونه بین 1 تا 100 تا باشه. مقادیر توی هر کدوم از نودها هم بین 0 تا 9. و میگه گارانتی شده که 0 اولش نیست. خب حالا بیایم اینور. اینجا چی داریم؟ اینجا میگه که شما فرض بگیر که لیست نودت یا همون نودهای لینک لیسته در واقع یه استراکچری هن به این شکل. من اینو یکم بزرگش کنم. اینم دیگه لازم نداریم، میتونیم بفرستیمش بره. اینو یکم بیارم پایین. الان بهتر شد فکر کنم. استراکچرمون این شکلیه. میگه یه دونه ولیو داریم، یه دونه پوینتر از خود این لیست نوده داریم به نکست و یه سری کانستراکتور که اگه خالی باشه ولیوش میشه 0، پوینترش ناله، اگر مقدار داشته باشه ولیو میشه اون مقداره و حتی میتونیم بهش بگیم که به کی هم پوینت کن. خب بریم حالا حلش کنیم. چیزی که من به نظرم میاد اینه که من یه دونه جدید اینجا باز کنم. فرض بگیرین بیایم بگیم که مثلا من دیگه اون پوینترها رو نمیخوام بذارم. فرض بگیرین که ما 2 تا لینک لیست داریم که طولشون با هم دیگه یکی نیست و مقادیری که میخوایم جمع بزنیم مثل اون مثالی که خودش داشت، مثلا اینجا 9، اینم اولش 9. خب اتفاقی که میفته چیه؟ 9 و 9 میشه 18. ما در واقع باید 1 رو نگه داریم، 8 رو بنویسیم توی خروجیمون دیگه. پس ما یه دونه کری داریم که این عدده رو حمل میکنه میبره جلو. حالا ایده که من دارم اینه که میگم بهش شما بیا، مادامی که هر کدوم از این لیست ها یه نود دارن، یعنی این تموم نشده یا این تموم نشده یا این مقدار کری که این مقدار اضافه رو داره اینجوری میبره جلو، یا هر کدوم از اینا مقدار دارن، شما ادامه بده و جمع کردنت رو انجام بده. خب برای این کار من میام یه دونه نود میسازم، اسمشو میذارم هد که بعدا میخوام از این هد استفاده کنم و ریترنش کنم. میگم new list نود، مقدارش هم ولیوش 0 باشه. یه دونه دیگه از این لازم دارم، اسمشو میذارم current که پوینت کنه به هد. حالا من میخوام واسه اضافه کردن و کم کردن از این کارنت استفاده کنم. و یه دونه اینت کری دارم که مقدارش 0 در ابتدا. خب حالا یه حلقه تکرار لازم داریم که گفتم مادامی که هر کدوم از اونا تموم نشده باید ادامه بدیم دیگه. خب میگیم اگر L1 نال پوینتر نیست یا L2 هنوز مقدار داره یا کری مقدارش بزرگتر از 0، شما بیا چیکار کن؟ یه دونه مقدار سام تعریف میکنیم که در ابتدا میذاریمش مساوی کری که خب میشه 0. بعد میام اینجا میگم که اگر L1 هنوز مقدار داره، بیا سام رو جمعش کن با مقداری که L1 داره، ول درسته، و میگم حالا L1 باید یه خونه بره جلو، یعنی به نکست اشاره کنه دیگه. همین کار رو واسه L2 میکنم
نامساوی نال پوینتر L2 ول و L2 بشه L2 next. خب حالا ما باید ببینیم که این کاری که انجام دادیم آیا مقدار ساممون بیشتر از 10 شده یا نه که به مقدار کری یه دونه اضافه کنیم. در واقع بگیم کری مساوی سام تقسیم بر 10. برای مثال 9 و 9 میشه 18. اینجا به همون 1 میده، پس کریمون میشه 1 دوباره. خب و حالا باید به اون کرنتمون در واقع اضافه کنیم یه نود. بگیم کرنت نکستمون بشه نیو لیست نود، مقداری که سام باقی موندهش به 10 بهمون میده. چون اگر 9 و 9 شده باشه 18، ما باید 8 رو بذاریم اونجا دیگه، یکش که رفته اون بالا. و کرنت مساوی کرنت نکست. خب تا اینجا همه چی به نظر خوبه و در آخرم ما باید هدمون رو نکستش رو ریترن کنیم. ببینیم همه چیزش درسته، به نظر درست میاد. خب لیست نود داریم، یه دونه از همون لینکد لیستا برمیگردونیم، با کارنتمون اضافه کردیم، کری هم که مقدارش در واقع داره محاسبه میشه. خب حالا بریم رانش کنیم ببینیم چه جوری شد. خب به نظر میاد که روی تست کیس های خودش جواب درست داده. من اینو برگردونم اینور برای سابمیشن ببینیم چه اتفاقی میفته. سابمیتش کنیم. خیلی خوب. خب جوابمون اکسپت شد. این روی همه تست کیس ها که میبینید 1569 تاست پس کرده همه رو. و حالا این چیزی که اینجا داره نشون میده خیلی به نظرم مهم نیست، چون من اینو خیلی چک کردم. مثلا شما اینی که فرضاً اینجا سولوشن های 0 میلی سکند رو اگر نگاه کنین تقریبا همون چیزیه که ما نوشتیم. ببینین با این تفاوت که این نامساوی نال پوینتر و اینا رو دیگه نذاشته. خیلی مهم نیست از نظر الگوریتمی. ما در واقع ران تایممون با هم دیگه یکیه. خیلی خوب. خیلی ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردین. اگه دوست داشتین حتما بنویسین که توی کامنت ها چه سوالی رو دوست دارین با هم دیگه حل کنیم، و اگر شما راه حل دیگه ای داشتین حتما توی کامنت ها برام بنویسین. تا ویدیوی بعدی مراقبت کنین.